مردی در حال تمیز کردن ماشین جدیدش بود که بچه 6 سالش تکه سنگی برداشت و روی بدنه ماشین خطی انداخت. مردم چنان عصبانی شد که پشت دست پسرش رو گرفت و با آچار چند بار محکم پشت دست اون زد. توی بیمارستان به دلیل شکستگی‌های زیاد انگشتای پسر قطع شد. وقتی که پسر چشمای اندوهگین پدرش رو دید از اون پرسید پدر کی انگشتای من در میان؟ اون مرد اونقدر غمگین بود که هیچی نتونست جوابشو بده. به سمت ماشینش برگشت و چند بار با لگد به اون زد. حیرون و سرگردون از کاری که کرده بود روبروی ماشینش نشسته بود و خطوطی که پسرش روی اون انداخته بود و نگاه میکرد و نوشته بود دوست دارم پدر. روز بعد اون مرد خودکشی کرد. خشم و عشق حد و مرزی نداره. همیشه اگه بین دوراهی خشم و عشق بودید عشق رو انتخاب کنید تا زندگی دوست داشتنی داشته باشید و اینو یادتون باشه که اشیا برای استفاده شدن ساخته شدن و انسانها برای دوست داشتن.